تا حالا به این فکر کردین که وقتی توی زندگی به یه پیروزی بزرگ میرسیم، اولین واکنشمون چیه؟ جشن میگیریم، احساس غرور میکنیم. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از کوتاه‌ترین ولی عمیق‌ترین سوره‌های قرآن، یعنی سوره نصر. این سوره یه جواب خیلی جالب و شاید غیرمنتظره به این سوال میده و یه درس بزرگ درباره معنی واقعی موفقیت و فروتنی تو اوج قدرت به ما یاد میده. پس بریم با هم ببینیم پیام این سوره چیه. ببینید سوره چطور قدرتمند شروع میشه. انگار یه اعلامیه خیلی بزرگه. تصور کنید بعد از سالها سختی، بعد از کلی انتظار، این وعده از راه میرسه. آنگاه که یاری خدا و پیروزی فرا رسد. این فقط یه آیه ساده نیست، داره از یه نقطه عطف تاریخی، یه اتفاق سرنوشت‌ساز خبر میده. خب برای همینم هست که به این سوره میگن سوره پیروزی. چون داره از به ثمر رسیدن یه تلاش خیلی طولانی و رسیدن یه پیروزی قاطع حرف میزنه. یه جورایی داره میگه یه دوره سخت تموم شده و یه دوره کاملا جدید داره شروع میشه. اما نکته خیلی جالبش اینجاست که قرآن از 2 کلمه متفاوت برای پیروزی استفاده میکنه. یکی نصر و یکی فتح. نصر یعنی همون کمک الهی، اون نیروی غیبی که شاید ما با چشم نبینیمش ولی کارها رو راه میندازه و غیر ممکنها رو ممکن میکنه. و فتح یعنی اون پیروزی علنی، اون گشایش و موفقیتی که دیگه همه میبیننش، یه چیز کاملا ملموس. در واقع آیه داره به ما میگه موفقیت کامل وقتی اتفاق میفته که اون کمک پنهانی خدا یعنی نصر تبدیل بشه به یه پیروزی آشکار و بزرگ توی دنیای واقعی، یعنی فتح. خب حالا بریم سراغ نشونه‌های این فتح. سوال اینه که این پیروزی الهی اصلا چه شکلیه؟ یعنی نشونه آشکارش توی جامعه چیه؟ سوره دقیقاً میخواد به همین سوال جواب بده و یه تصویر خیلی قشنگ از نتیجه این پیروزی به همون نشون میده. این آیه دقیقاً داره نتیجه اون فتح رو برامون توصیف میکنه. میدونید بزرگترین نشونه پیروزی این نیست که سرزمین‌ها رو فتح کنی، بلکه اینه که قلب‌ها رو به دست بیاری. این که میبینی مردم نه به زور که با میل و اشتیاق خودشون دسته دسته و گروه گروه دارن به دین خدا رو میارن. فقط به این یک کلمه دقت کنید. افواجن. این کلمه خودش به تنهایی دنیا حرف داره. افواجن یعنی گروه گروه، فوج فوج، مثل موجهای پشت سر هم. یه حرکت عظیم، یه جنبش مردمی که انگار دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. این کلمه به تنهایی داره یه تحول خیلی بزرگ اجتماعی رو جلوی چشم ما به تصویر میکشه. خب میرسیم به بخش سوم، پاسخ به پیروزی. اینجا دقیقاً نقطه عطف سوره است. تا الان داشت یه اتفاق رو توصیف میکرد، اما از اینجا به بعد مسیر بحث عوض میشه و میگه حالا باید چی کار کرد؟ یعنی در برابر یه همچین پیروزی بزرگی واکنش درست و مناسب چیه؟ بیایید یه لحظه با خودمون فکر کنیم. ماها وقتی تو زندگی به یه موفقیت خیلی بزرگ میرسیم، واکنش طبیعیمون چیه؟ معمولاً جشن میگیریم، درسته؟ یه حس غرور بهمون دست میده. اما سوره یه راه کاملا متفاوت رو جلوی پای ما میذاره. اینجا اون تضاد فوق‌العاده رو میبینیم. از یه طرف واکنش طبیعی و انسانی ما کشش داره به سمت جشن و غرور. اما از طرف دیگه فرمان خدا یه مسیر کاملا معنویه. به جای اینکه مغرور بشی، خدا رو ستایش کن. به جای جشن گرفتن، طلب بخشش کن. این دقیقاً قلب پیام این سوره است. موفقیت واقعی اونیه که تو رو به فروتنی برسونه، نه به تکبر. پس در واقع 2 دستور مشخص و واضح به ما داده میشه. اول تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی یادت باشه و به زبون بیار که این پیروزی کار تو نبود، از طرف خدا بود و اون از هر نقصی پاک و منزهه. و دوم استغفار کن، یعنی ازش طلب بخشش کن برای هر اشتباهی، هر کوتاهی یا حتی ذره غرور که شاید تو این مسیر سراغت اومده باشه. این یعنی موفقیت، یه فرصت برای اینکه به خودمون برگردیم و متواضع باشیم. ولی شاید بپرسید چرا استغفار؟ چرا درست تو اوج خوشحالی و پیروزی باید به فکر طلب بخشش باشیم؟ آیه آخر سوره جواب این سوال رو میده و یه آرامش خاصی هم به آدم میده. و جواب اینجاست: انه کان توابا، یعنی که او همواره توبه پذیر است. همین جمله کوتاه و زیبا دلیل تمام اون دستورهای قبلی رو مشخص میکنه و بهمون یه جورایی دلگرمی و اطمینان خاطر میده.
نکته کلیدی دقیقاً توی همین کلمه توابه. ببینید، تواب فقط به معنی توبه پذیر نیست. این پسوند آب توی زبان عربی یه جور شدت و همیشگی بودن رو نشون میده. یعنی کسی که همیشه، بارها و بارها و با آغوش باز توبه رو قبول میکنه. این در واقع اون وعده نهاییه که به ما میگه چرا باید استغفار کنیم. چون یه دری هست که همیشه برای برگشتن ما بازه. خب، پس اگه بخوایم کل سوره رو یه جمع‌بندی کنیم، یه سیر منطقی خیلی قشنگ رو میبینیم. یه علت داریم، پیروزی از طرف خدا میرسه. این علت یه نتیجه یا معلول داره، مردم گروه گروه ایمان میارن. در مقابل این اتفاق یه دستورالعمل داریم، ستایش کن و طلب بخشش کن. و در آخرم یه نتیجه و یه وعده قطعی، خدا همیشه توبه پذیره. یه روایت کامل، بی‌نقص و جمع و جور. و همه اینها ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. یه سوالی که باید از خودمون بپرسیم. این پیام امروز توی زندگی من و شما چه معنایی داره؟ وقتی ما به پیروزی‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون میرسیم، اولین واکنشمون چیه؟ غرور یا شکرگزاری؟ جشن گرفتن و فراموشی یا فروتنی و یادآوری؟ سوره نصر واقعاً ما رو دعوت میکنه که توی این لحظه‌های خیلی مهم یه نگاه دوباره به خودمون و واکنش هامون بندازیم.